و همه هموطنان عزیز خود ما اطمینان میتونم که با اطمینان کامل و کاندیدای مورد رغبتشان که از جمله جناب دکتر سیب اشرف غنی هست رأی بدهند. با اطمینان کامل و کاندیدای مورد رغبتشان که از جمله جناب دکتر سیب اشرف غنی هست رأی بدهند و به کاندیدای محترم ریاست جمهوری از خداوند توفیق میخوایم که مصدر خدمت برای ملت گردیده باشند. یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نوقت که نامزد میکنن خود در انتخابات بدون شک اینا دلالت به کفر نام میکنه که اینا به این هستن که ما قانون غیر الله رو بگذاریم. اینا طاغوت ها هستن، هر کدام طاغوت است و کسایی که اینا رو انتخاب میکنن دقیقاً طاغوت انتخاب میکنن. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. دموکراسی